از روز اول به هیچ کس خوبی نکنید. چرا؟ چون اگر یه بار، دو بار، سه بار به یکی محبت کردین، دفعه چهارم میشه وظیفه شما و اگر او کارو نکردی تو میشه آدم بده، تو میشه آدم بی‌معرفت، تو میشی رفیق نیمه راه. مثال میزنم، یه روزی رفیقم به من زنگ زد گفت پدرام داداش اینقدر پول میتونی بهم قرض بدی؟ گفتم داداش شما فقط شماره کارت بفرست. چند روز بعد زنگ زد گفت داداش یکم دیگه لازم دارم. گفتم داداش جیب منو تو نداره. دفعه سوم که زنگ زد گفتم داداش من دستم یکم تنگه، یه چند روز صبر کن. نوشت خدای ما هم بزرگه، رفیقم رفیقای قدیم. اگر روز اول به یه آدم پول نداده بودم هنوز رفیقش بودم. از روز اولی کار نکنید، توقع آدما رو بیچاره میکنه. بعد بمونید که اگر لابلاش یه کار خوبی هم کردین همه بگن واو چه آدم خفنی.